الحمدلله امروز که هممون زن هستیم، شوهرها حکمش واجبه. جای دیگر میگه اگر شوهر سر تا پا در یره گرفتار باشه که خون و ریم و زردا از بدن او چکه، اگر زن با زبانش این خون و ریم میگه تازه کنه، هنوز هم حقوق زنیش به جا نآورده. امروز ما زنی میگیم اگر شوهر یک گپ ما 10 گپ نازن بلو میگیم. امروز ما زنیم توی میریم، معرکه میریم، حتما نزد آینه میریم، خود منفصل میکنیم، غسل میکنیم، با دوخیا و با دیگر و دیگر و دیگر. بسیار خواهران میبینید سطر دارن هم خیلی کرسکه کدگی هست، زینت میکنن، خوشروگی میکنن، میرون توی و دیگر و دیگر. چون خانه میبین حتما باید وای لباسای علیش کنن، پیش گاو میرن، چیکار میکنن، عرق میکنن، فرق نداره. شب نزد همون حلالی که الله به اون نصیب دیده، وقتی که نزد او میبین برای او هر خیل میشود. به همین خاطر میگن که مردهای ما بدبختن، به همین زمان ما زندگی میکنیم. زینت او خوشبویی میکنه نزد مردای نامحرم ده. اگر او خیرانم عیبه، اگر ها بگوان فلان جاته به همون لباس خانه هرگیز نمیروم، میگه عیبه چکرم. نزد شوهر خود که الحمدلله حق و حلال خود مونه، برای او بیچاره هر خیل میشود. وقتی اگر با اون زن گیره، با مقطعی او چقدر مقابل نشان میتیم که من چیکار کردم تو زن میگیری. خوشروگی زن در صورت زن نیست، خوشروگی زن در سیرت زن است. خوشروگی زن علم میزند، خوشروگی زن رفتار زن است. وقتی زن رفتاری خوب کرد، او بی‌ادبی او را همون رفتار خوبش پنهان میکنه. وقتی زن رفتاری بد کرد، اگر اون ماه بر اینم خوشرو باشه، او خوشروگیش رفتاری بدش پنهان میکنه. پس امروز وقتی شوهرای ما عیدر میگیرن، باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم. هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم، سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی رخته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک وقت فصل میگه تیرماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون برآمدم و میگه برگاه درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه وسلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال نمیکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت از شاخه برگ ها ریختن، همین است مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خوان، چگونه که این برگ ها از شاخش ریختن، از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله، این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است. بهترین نعمت است که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسونه، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقته میگه به اعتبار پاداش، الله میگه در پاداش شما به 50 وقت نماز مینویسن. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یکش در ره باشه، دیمش در زمین، سیمش با در برداشتن زم سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نماز خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز یه فکر در دیگر جایه، کسی میبیا به اشارت اون را بیا میگی، کسی به اشارت بوشی میگی، چیزی که در فکری تو کیم چه، اون نماز نزد الله یکان قدر قیمت. الله منتظری محتاج نماز ما و شما. ما این نماز از حرف دوزخ میخونیم که الله ما را نگه داشت و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه انشاءالله. وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندن این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیر ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره و درستی تلاوت نکنیم و آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطف‌پاره میشه، جایدن.
و میگه کلاپت کرده برای انسانی زده میشه نوزن بلا. یا اینکه جایی ده میشینیم یا اینکه جایی ده میشینیم به وضوع یا که جایی میرویم انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه و باید لباس بینماز نداشته باشه و همیشه که مادرای ما که پیرن یا در اجازت که میشه و که ازاراشان بینماز میشه یا جای دیگرشان اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن نمازشان میخونن اما ما یوشیم ما برای چی لباس بینماز داریم خواه در خونه باشه خواه در دیگر جا بسیار معرکه در نیستیم خیلی خواهران نمازتان خونه فصانن بهترین مطریال در تنشونه میگه بینمازه شرم داره زن مسلمان پاکی از اسلام هست چگونه او پاک لباس فصانیش پوشیده میتونه او را پاک کردن نمیتونه چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست نماز نمیخونه یا بار انسان خودش فکر کنه بهترین نعمت خواندن نمازه شخصی که نماز نمیخونه و به نجاست برابر ده این گفت ما نیست یا بار خودتان فکر کنه ایزار در پیشاو درستید نجاست درستید یا تیفیه در همونجا پیشاو خدا درستید نگه که چی شید به نماز شید همین گفت خودی بنده نگه به نماز شید که فکر کنه همه به نماز برابر ده هم پیشاو است انسان نماز نمیخونه و برابر به نجاست است در دنیا بدبختترین انسان به نماز است فرق در میان ده حدیث میگه فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس نمیگه میگه خواندن نماز در وقتش هر شخص هر بنده که 5 وقت نماز وقت و ساعتی او میخونه اگر او روس هم باشه الحمدلله او مسلمان فرق در زبان نیست زبان هر ملت سخن میکنه اما هر بنده که ایمان داره خدا به یگانگی میشناسه حبیب الله به رسول خدا میشناسه الحمدلله 5 وقت نماز وقت و ساعت خود میخونه او مسلمان اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه او اما نماز نمیخونه بین امروز میده این معرکه ده میخوده دیگر رو خود نماز میخونه خونت میره با نماز قضایی این گناه انسان مشرک است میگه گناهی مشرک ای کافر زیاد است کافر بر کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانان و من مسلمانم بین بینمازا میرم میشنه میگه با میرم خانه ده میخونم میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره 6 تا میگه لباس بینماز او عذر نمیشه در زن عذر در 3 وقت میشه یکی در حالت اکرات صدقه نرخص خواه دیگر در حالت مدفوشی دیونه سومین در حالت عذر حیض ده 3 حالت عذر میشه زن در تموم تولد حالتی که فرزند آماده میشه اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نمازی بامداده حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی وای میشه تولد میشه همون نمازی بامداده که قضا میشه همه در روز قیمت ترسان میشن حالتی که سر طفل میتوان انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم حالی که طفل دورتره میشه و که تو همون نماز خانی و بس طفل تولد میشه همون نماز ترسان میشن در روز انا بجوز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگیم هم بیمارون و میگه که نماز در حضر در خضر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معوف نمیشه یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم که امروز پاچه در میکنه 6 خون حالا آنکه خواندن نماز راستا فرض است پاچه در میکنه 6 خون بیماری خسته نمیتونه خیلی خون وقتی که تماما در بستری به اشاره خون در سفری با خدا قصر نماز گفته ایتا قصر بایدون کوتاه کرده خونشه اما ای نماز بزنشه با اللهی که بسا دنیای آرام داد اللهی که بسا نفس بیتون داد هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی ایتا کسی سون نمیکنه یه روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت پیرت میگذاره $1 میگیرن دست مرکز میسیم نفس سنئی میسیم $1 قطعی الله قدر مهربانه این قدر نفس ها میکشیم هیچ که ما اطول نمیگیم وقت ساعت خود افتا میبره با ما فایده میاره محتاو میاره میبیاره فایده میبیاره شمال فایده خودش داره برف فایده خودش داره باران فایده خودش داره همه نعمتاش برای ما ارزانی بهتون داده خود یه الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده با همین گونه یک الله مهربانه میگه بنده امروز 50 با من صحبت کن من بخشنده مهربانم کل گناهات همه بخش میدارم که بخشافه داره شد اما ما بندگان با میشینیم
مجبور بر این که همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین قخرمون بهانه میکنیم دیگر و دیگر با وقت معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله ها مادرها خواهرها خزه نماز کنه، یک خانه گذر 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم همونجا ویدیو میکنیم. کمپیرای پیر هم باور میکنه کمپیرای پیر انم خاله همون برای کمپیرای 6 پیان خزه نماز کنه میگه لباسمون به نماز هست. در یک خانه مهمان شدیم کپیز هست، در هر یک همون اتازش عدل نوای توالت های وانه های خط حولی نمیبروی ای خاله این های جد وانه خط آرد که ای بچه مول میرم میخونم. فکر کنه انسان سین سال رفته است که نزدیک شده سی توشه ایلا بود چیه؟ آخه این همه خاندان آمده دست خالی نامدی ها؟ حتما دست ده باید هرچی باشه شرم میکنی دست خالی دادی. اگر مباده دست خالی آمدی گرچندی شرم قدم ادروی حتما با زبان بخشش میپرسی فرجان میبخشی کیم چی همه خیلی بهونه شد و نتونستون دست خالی آمدن. وای در حال در روز قیامت توشه نداری چی میبری در دست؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خوندن بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعت سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله با بندش بهترین داده الحمدلله. الله آمین دعا میکنیم پروردگار متعال با وقتی نماز که ما را رساندی الله رب العزت چند نماز خواندن و با تو همسون بدیدن و همه خواهران و مادران نصیب روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنهایی که به زبان ما شنیدیم پروردگار عمل کردنش بر همه ما نصیب روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دسترخوان آماده ساختن خیرهاشان تو قبول بسیار مراداشان حاصل بشن. پروردگار فرزنداشان همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب روزی بگردان. در جسدشان پاهاشان در رفتن شریعت، دستهاشان در خیر و سخاوت، چشماشان در بینایی حرف قرآن، زبانشان در خواندن حرف قرآن، گوشهاشان در شنیدن صدای قرآن نصیب روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشان نصیب روزی بگردان. دنیا و آخرت براشان آباد بساز. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشان گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمیع گذشتگان این منزل این مکان، جمیع گذشتگان شیشتگان این خاندان، جمیع گذشتگان این محله و جمیع گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم خصوصا فرزندای ما را که ما زن مادریم عاجزیم. الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را